بمادری محمد فکر میکنم خوشبخت‌ترین صد افسوس بدبخت‌ترین ای خدای. ظفر ستاروف، هنرمندی فیلمی آواره عشق. این وبای عصر، این کسل خانمانسوز، این برادر عزیز را از بین ما برد. قوقاش آن دختری اومده ته. اخیرا بچه قطع میزنه. میزنه شده. اوتا جان یه عیب نداره، من خودم آمدگیم، یه عیب نداره. نینا جان دخترم با فکرم که مرا میبخشی. برای چی اوتا جان؟ برای که بسیار عذاب دادم. مرا میبخشی؟ خیل نگین اوتا جان. تو هم بیا پسرم. کجا خوشگیری میکنن؟ رفتیم بیا. خداوند بزرگ جایش را جنت کند، فرزندانم قبرش را پرنور کند. و شما بخت سفید، خدا یارتان باد. خدا یاری تو باد برادر عزیز. پناه خدا. قبرت پرنور باشد و ما راوی آنیم که خداوند بزرگ به فرزندان و پیوندان شما صبر جمیل عطا کند. و علیکم. اوتا جان لبای نگینه جون. این خونه خودمونه؟ ها دختر جون خانه خودمان. یا بسم الله. تا جون نرسیدم شکر خدا. اینا دخترم نگینه خانه ها رو تماشا دارد. رحمت از شما پرسیم. اوتا جان ما تو که خانه دا میسته؟ خواهی همه که کاری دولت بود چی؟ بگردیم بریم بچه. زیق شدیم. نگینه جان؟ نه اوتا جان. فرقش چی؟ اینجا هم خونمون اونجا هم خونمون. یا الله که زیق شدی؟ نه اوتا جانو قشلوق دا دگانون بودن پیش می اومدن. خواهی جدم دگانه پیدا میکنی زیق نشو. خواهی نگی جان زیق نشم. ما کار نمیرم. تو در خانه استراحت کن. اینا تلویزیون تماشا کن. بله بچه؟ نغزرم این اوتا جان.